داداش سلام. خوبی؟ مرسی ممنون. نوکرتم. داداش هوا یه خورده سرد شده نه؟ یه خورده سوز داره. خیلی سوز داره درسته؟ جانم. خیلی به درد نخوری تو. چرا؟ تو خیلی به درد نخوری. داداش دلیل به درد نخوری تا میدونی چیه؟ چرا؟ خانم میرزایی انداختی از خونه بیرون. چرا انداختش بیرون؟ کرایه‌شو میداد سر ما. کرایه‌شو میداد داداش هم نداره دستش خالیه. داداش درست صحبت گاف چیه؟ گوش بده نه وایسا با دست ما صحبت نکن. ورداشتی طرفو توی سرما توی شرایط اقتصادی انداختیش کف خیابون یارو از کجا بیاره الان بده؟ فکر کن خواهر خودته. فکر کن مادر خودته واسه چند انداختیش بیاره؟ داداش یه لحظه گوش بده داداش میدید چی داستان؟ ایشون یه آدم بی شرفه من جاتون بهش سرویس نمیدادم. برش زن مردمو توی سرما انداخته بیرون. این مثلا صابخونه است مثلا پولداری داداش ما میدونیم شما خیلی پولدارید امثال شما خیلی زیادن داداش گوش بده میدونم گشته اصلا معلومه گشته دستشو میگیرم یه خونه لاکچری بهتری خونه رو میدم بهش که امثال شما منتی سرشون نذارم فهمیدی یا نه خیلی به درد نخوری فقط همین اومدم بهت بگم داداش بهش سرویس نده به درد نخوری برو داداش برو به درد نخوری من جاذبه اینجا نمیذاشتم بشینی به قرآن مجید